ذکر دل من همیشه نام وطن است، اوراد زبان من کلام وطن است. من واصف عشق وطن محبوبم، فهرست کتاب من مرام وطن است. با بزرگی نام وطن و با عرض و ادب و احترام به شما بیننده عزیز سلام میگویم. نشر نوبتی برنامه زمزمه مهر است. مهمان خاندان شما و مهمان ما هستند هنرور، نفری که ترانه های بسیار هم محبوب، ترانه های شنیدنی و البته به دل مردم نزدیک می سرایند. استاد عبدالخیر مومنوف، شما رو خیر مقدم میخوانم. تشکر که آمدید. سلامت باشید. امکان دارد که سلام و پیام خویش را به بیننده های عزیز و به مخلصانتان برسانید. از فرصت مناسب استفاده برده اولا تشکر میکنم به همه اعضایان کارگران تلویزیون سفینه. سلامت باشید. و همچنان میخواهم که سلام به همه مردم جمهوری برسانم. بگذار خوشبختی و سعادت و پیروزی را نصیب همه شهروندان تاجیکستان بگردانم. تشکر زیاد. گمان میکنم که با پیشنهاد یک ترانه برنامه رو شروع کنیم، این رنگ دیگر میگیرد. باشد. قدری آدمی زاد از همه بالا شود، قدرتی انسان به عالم قیمتی دنیا شود، قدرتی انسان به عالم قیمتی دنیا شود. کاش در روی زمین پیدا شود یک حزب دین، کاش در روی زمین پیدا شود یک حزب دین، بین قوم و خلق ها یک روی و یک سیما شود، بین قوم و خلق ها یک روی و یک سیما شود. آدمی با آدمی پر ورده تخم دشمنی، رحم و شفقت حرمتی هر پیرو هم برنا شود، گشت فران بنده ایزا هیر پرستی زاهدان، لب کشاید آن رزیل و عجب رسوا شود، لب کشاید آن رزیل و کاش عجب رسوا شود. کاش از این پس هیچ نبیند طفل خندان روی جان، کشتی ارمان مادر
آشنا شود. یک سبب این به سوادیست میبرد بر گمراهی. یک سبب این به سوادیست میبرد بر گمراهی. راهنمایی تند فهمان کاش یک دانا شود. راهنمایی تند فهمان کاش یک دانا شود. کاش قدری آدمی زاد از همه بالا شود. در نوبت اول میخواهم پرسان شوم که چی مجبور ساخت که به دنیای هنر قدم گذارید و یا اینکه مکتبی که شما را هدایت ساخت به این دنیایی که فقط مبارزه است، فقط عشق است، دوستداری است؟ اصلا خود همه انسان در سرشتش، در وقتی که انسان به دنیا میاد پیدا میکنه، در سرشتی استعدادهای زیاد نهفته است. بله. فقط بعضی از اینا را آدم میتونه کشف کنه و صیقل بده. بله. بعضا میشه که به هیچ نقطه نمیرسه. خب وقتی که استعداد هست او تو را مجبور میکنه به این راه میره، نمیموند، نمیگذاره که نروی. اصلا خیلی که خواهش ما نیست، خواهشی که آنچه که در سرشت ما نهادن کوریده است، نهفته است، همون استعداد بده است. از صنف ششمی سر کرده شوق و هوس و مهر و محبتم به این سرایندگی زیاد بود. دیگه آهسته آهسته سر کردم. البته از پیروی کردم به حافظای مشهوری که در او دوره بدن، مثلا دوست مراد علی رحمت شادروان دوست مراد علی پیروی میکنیم از او. بعدن استاد دولتمند خال برآمدن، از این پیروی که تقلید کردیم و آهسته آهسته تا دوره آمدیم که دیدیم که با تقلید کاری نمیشوم. بله. مقصد حاصل نمیشوم. بله درست است. تقلید تا به جایی نمیبرد، تا یک اندازه میبرد دیگه موفق نمیشوی. برای همین رفتیم بعد پیش استاد، در نزد استاد از مکتب آموختیم شاگردی که به واسطه مدت 5 سال در کلوب در انسمبل دولتی فلکی در اون وقت بنیادچیده بود شامل شدیم و استاد شاگردی که و تا هنوزم شاگرد استادیم. هنوزم نمیشه. بعد من که تلاش کردید مکتب خود را بسازید. بعد استاد گفتن که بهتر میشه که از مکتب ایجادی ما بگذری بیاموزی و یک مکتب خطا یک شاخه یک راه پیدا کنی بخته بهتر است. همین گونه بعد خیلی توانستیم که یک کم ترم باشه. بله بله. راه خودمان تا یک اندازه پیدا کنیم. بله بله درست است. واقعا هنرمندی موفق، هنرمندی که البته در یاد خیال مردم سالها باقی میماند همون کسی است که مکتب خود را دارد، صنف خود را دارد، خب رشته خود را دارد، میدونم پیروی خود را در این پیراه دارد. و از سرودهاتون معلوم است خب هر نفری که هوشمند است، از جدای سند آگاهی دارد، حتما راهی را انتخاب کرده که واقعا هم خواست دل خود شما هست. و ببینید که مثلا طبیعت زیبای یک دیار خردکک، من با هوای فورم و نمی‌دونم آب خنک و مثلا همون خاک زرخیز و فیخیز یک دیار انسان را میتواند کامل کند. چون البته در یک دهه زیبا و در یک ناحیه بسیار هم خوشباد هوا کلان شدید، آیا با اندیشه شما یعنی طبیعت میتواند که به انسان ذوق ببخشد برای هنرمند شدن، برای مثلا رشد کردن هنرش؟ البته طبیعت در کار ایجاد در همه گونه استعداد البته تاثیر بی‌واسطه دارد.
برای مثال ما توکل از بدخشان آمدیم، گروه سپری وزارت کارهای داخله. در اونجا رفتیم ما با درواز، ناحیه درواز، ونج، اشکاشیم، یک جماعت هست، اشکاشیم، بعد روشان، همین گونه رفتیم خاروق تا اشکاشیم خدشه رفتیم. اینجا خودش شاهدی میتونه معلوم است که مثلا خواننده های درواز تماما دیگه خیلی میخونن، خواننده های روشان دیگه خیلی میخونن، میانه میخونن، بلندی بعد نمیخونن. یکی آوازخوانه سرانده خاروق چقدر بگویم همقدر بلند اجرا کرده میتونن. برای همین تاثیر البته از محیط، از طبیعت هست. بله بله. من خواننده که در شهر سرانده در شهر با وایا میرسد، البته سبکی بسیاری سبکی به استرادی میل دارد. بله بله. کوهستان بسیارش به فلک و شش مقام. بله. بس سبکی سنتی. بله. سبک قدیمه. بله. قدیمه میل دارد. خلقی. بله. میخواهد که طرز خلقی بخوانند. برای همین محیط، طبیعت حتما تاثیر میکنه. بله بله. همچنان جامعه تاثیر کلان میکنه. حافظی پیوسته با وضع اجتماعی همین ملت همبستگی زیج دارد. ملت در وضع اجتماعی ملت در کدام درجه است، حافظ هم از اون نمیتونه پیش بره. بله. مردم اگر در حالت شادی و سرور بود، سراینده سرودهای شوخ می سراید. بله. یعنی با موضوع، با مضمون، با حیات برابر. بله. 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 کسی که در دهات زندگی میکنه، علاوه در کوهستان، یک چیز ایدئال میگن، یک مقصدی که من چخیل کنم که رو زندگی من خوب براه مانم، من چخیل کنم که در صف آدمای پیش جامعه قرار بگیرم، دانشمند شم. برای همین دایم یک الگوی داره. بله. ایدئال داره. برای همین بین از کوهستان فرزندان خوبی ملت به دنیا می آید. در ورزش بگیم، چی در جهت صنعت، در کدام سبکی نگیریم، در کدام سمت که نگیریم، البته کادرهای خوب به وایا میرسن، حتی که اینا تو چمپیونی هم رفته. بله بله بله. میرسن. بله. خب جهان سپاس. از همون زمان خردی میخواستید البته از کلاسیکان سرود بخواند، یعنی که ترانه های پرمضمون بخواند، و اینکه در روند کار پیدا شد این ایده؟ راستی از آوان دوره که در دانشگاه خواجگی قشلاق تحصیل میکردم، دائما یک کتاب خواجه حافظ غزلیات داره، 595 غزله، قریب که همه وقت همراه ما بود. درس نمیبردمش، خلاص دیگه وقت یک شخمت داشتم، یک کتاب میخوندم، از یاد میکنم. یگام بار شخمت یگام کسی پیدا میکنم، از خودم سستر بازی میکنم. برای همین در همون دوره 138 غزل خواجه حافظ از یاد کرده بودم، و همچنان از دیگر کلاسیکو سعدی شیرازی، مولانا جلال‌الدین بلخی، بدرالدین هلالی، عبدالرحمن جامی، از همه کلاسیکو میخونم. از همه وقت محبتی در قلب من جا گرفت، حتی که ما به خاطری از محبت زیاد، یعنی شاعران کلاسیک، نام فرزندم و نام هم شاعران گذاشتم. بله بله. سعدی، جامی، حافظ، بدیل، فرزندان همین نام دارن. بله بله. یعنی و دوست داشتن امون بزرگان تنها ملت. به همین خاطر مونده بودم این نام را. بله. البته کیا را دوست نمیداره، این ملت فارس و تاجیک در دنیا مشهور کرده، یعنی بسیار یک بایگری. بله بله. بسیار کلانی ملت ما است. بله. ما با یا افتخار میکنیم در تمام دنیا. بله. خب امروز از کی میسراید بیشتر ترانه هاتون رو؟ از استاد نهانی میسرایم، از محمد غایب، استاد محمد غایب میسرایم، و با از دیگر شاعرها از استاد خیراندیش میسرایم. خلاصه از هر کسی که دسترس کنم،
یک پر سخن مضمون خوب باشه. بله. البته که با مضمونش بهتر اهمیت میتونم چون سین سال سراینده هم با این علاقمندی دارد، ایران باید در نظر بگیریم. بله. خیلی چون یک سبک سبک معنی سبک دارن، جوانان میسرین، ما باید که پیوسته به معنی تکیه کنیم و جامعه را از معنی برخوردار کنیم و با واسطه این شعر و این سخنان ما باید جامعه را تربیت کنیم. بله بله. خب این وظیفه ما است. بله، این البته رسالت هنرمند است که در هر موضوع البته ترانه و سرودهای بسیار که واقعا هم برخورد کننده هم به درد مردم باشد و هم تربیت کننده باشد. سخن خودش بسیار یک سحر دارد، تاثیر زیاد دارد، لیکن وقتی که با آهنگ یک جا می شود او را میسرایی، البته تاثیر او خیلی خیلی زیاد میگردد. خب پس گمانم همین لحظه باز یک ترانه دیگر برای بیننده های هوشمند و ذکی ما بسراییم، عین مداس و البته بعدا باز ذوق میابند که تماشا کنند. خوب شده است. رهی راست نرفتی و بلا میبندی، در خطا هست مرامم و بلا میبندی، در خطا هست مرامم و بلا میبندی، بعدی آنه کی بکردی بیش بدی بر مردم، بعد از آنه کی بکردی بیش بدی بر مردم، چون رسد روز قضا خود به جزا میبندی، در رسد روز قضا خود به جزا میبندی. در جوانی همه آمالی تو با قامتی را، چون به پیری بیرسی خود به عصا میبندی، چون به پیری بیرسی خود به عصا میبندی، بد و بدگویی و بدخویی و بد رفتاری، این همه را چون بدیدی به وفا میبندی، این همه را چون بدیدی به وفا میبندی.
عقلی رسام بندی چون نهانی نکشاید سحر دلی خود هرگی چون نهانی نکشاید سحر دلی خود هرگی چون کشاید سری پنهان عرض سمام بندی چون رهی راست نرفتی و خطا می بندی در خطا هست مرامت و بلا می بندی در خطا هست مرامت و بلا می بندی. بسیار سپاس میگم برای سراییدن ترانه. به شما نیز تشکر میگم برای همراهی کردن در روند سراییدن سرود. خب فعالیت رو در انسامبل سپر از کی شروع کردید؟ فعالیت رو در انسامبل سپر وزارت کارهای داخلی از سال 2015 شروع کردم تا این دم. پیشتر کجا فعالیت میکردید؟ پیشتر تا سال 1992 در انسامبل دولتی فلک شهر کلاب زیر راهبری استاد دولتمند خال مدتی قریب 5 سال فعالیت کردیم در زیر راهبری استاد دولتمند خال. بعد از او با ضرور غلطید و ضرور شد ما افسر که هستیم برای خدمت رفته در صف قشون‌های سرحدی مدتی 10 سال خدمت کردیم. بله. تا سال 2001. بله. بهترین. خب کار در انسامبل فلک چگونه بود؟ از اون یاد و خیال ها هست که اون وقت چگونه بود؟ خیلی زیادن. چون اولین بار انسامبل فلک انسامبل فولکلوری اتنوگرافی اولین بار تشکیل شده بود. انسامبل فولکلوری بود گنجینه. انسامبل فولکلوری و اتنوگرافی نبود و ما از یکی از اولین ها هستم که با همراه استاد شامل شدم در همین گروه. از روز اول که چخیل همین تأسیس دادن و ما را چخیل تشکیل کردیم شاید از امروز شاهدم که از رفته از دههای کوهستان از مسافدا و از آدمایی که سالهاشون کمتر کلانتر بود از اونا چیزی فولکلوری و اتنوگرافی میگرفتیم برای چی میگن همون تالا را آرا دادن. خیلی همین چیزای قدیمه لازم بود. همراه استاد همراه باقی سرایندگان هنرمندایی که بودن ما زیاده از 50 نفر بودیم همه کارگرا. رفته کجای کدام دهه‌ای که میشید ما اونجا میرفتیم. کمال، سواد، نمد، گلیم از همین قبیله من همین سواد قرود هر چی که ملت تاجیک در قدیم داشت و حاضر هم داره همین را آورده در صحنه برای آرایش ما گذاشته بودیم. حتی تو سیستم بخونه تو همون چپری که گردی خانه رو محکم میکن همین زندگی ملت خودمانه در همونجا تجسم نموده. بعد عجایب برای ما این بود که ما اولین بار با صحنه پروفسیونالی با انسامبل دولتی همراه با گروهی که بسیاری اونها پروفسیونال متخصص همین ساحه هستند از آن جمله استاد خیلی سراینده ماهر بدن هستند شامل شدم و برای ما هم عجایب بود هم واهمه‌ناک بود هم باعث خرسندی بود. بله 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 بله. و خیلی ما از اون برادرها آموختیم از همشون. کار امروز در انسامبل سپر چگونه است؟ پای چی هستید؟ در انسامبل سپر امید هم کار خوب است. بسیار نوازنده ماهری جمهوری در اونجا کار میکنن فعالیت میکنن و از این سراینده‌ای که جوانی از دخترها و بچه‌ها که جوانایی که بسیار استعداد دارن همواره ما سرجم کردیم همراه ما هم ما یک جایه
برنامه ها تیار میکنیم. هر جا که لازم شود ما آماده هستیم، برنامه های ما تیار شدگیه. هر جا که لازم شود ما رفته کنسرت ها سرودخوانی میکنیم، نمایش ها میتیم. همچنان در برای خدمتچیان حربی که هم در وزارت ما هست هم در دیگر وزارت ها، ما برای اونها هم سرودخوانی میکنیم. بله بله. خب از محیط خانوادگی کسی پیروی کرده از هنر شما یا اینکه انتخابشون دیگر است؟ هر کدام انتخابش دیگر است. فقط دو تا پسرم اسباب می نوازن خوب، یکی صدای آوازخوانی ندارن. پس یعنی میتونم گفت که هنر هدیه آسمانی است. بله، یک تاش میتونه که بخونه، یک تاش داره همه هنرم. هنر تا کجا برد شما رو؟ هنر اولا که هنر برای من آب و رو هدیه کرد. بله، نعمتی به‌بها. نعمتی به‌بها. هنر مرا در همه کل جمهوری و همه مردم جمهوری شناسان. بله. ما همه مردم، بسیاری از مردم رو ما رفته در جایهاشون، در جای زندگی میکنم، وا میخوریم، صحبت میکنیم، حتی شب میستیم در اونجا. انا ای جهاد ما خرسانه از جهت اینکه ما هنر برای دوست می‌دارم که من میتونم که چون وطن شیرین است برای انسان، وطن مادر، من اما توانایی را دارم که خدا ما توانایی داد است که من این وطن ما با یک شعر، یک شاعر وصف کنم، بخونم. بله بله. برای مردم اینه بهترینه. همچنان با چند خارج کشور با چند رو سفر کرده بودیم، همه از پشتی همین کار هنر بود. خرسندم که امروز این امکان با ما خداوند عطا کرده است و از این شرایطی که این محیطی که محترم پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت کشور محترم امام رحمان امروز به ما هدیه نموده است، بهترین فرصت است. در دوره شوروی یگان جای دروش نیست، جای محبت نیست، بود نه به این اندازه بود که من امروز دیدم. من رفتم تا خاروق تا مرغاب جا رفتم سفر هنری کردگیم، میبینم که دسترخوان مردم، آنچه در دسترخوان مردم دوشنبه هست در اشکاشی هم دیدم، در مرغاب هم دیدم. همین واقعا وحدت صلح و صلاح را امروز با چشم خود میبینیم و مشاهده میکنیم. باعث خرسنده این است که وقتی ما رفتیم به اشکاشی یا با ونج سراینده‌های هم منطقه آمدن همراه ما، یک جایه با هم سرود خوندیم، در علاهیدگی هم یک تعظیم یک تایمه خوندیم و یک جایه همچون دوست و برادر برنامه اجرا کردیم و در خود خاروق رفتیم. بسیار یک پیشوازگیری، یک مهمان نوازی واقعا صمیمی را مشاهده کردیم. همه از پشت هنر، همه از پشت و همه از پیشوای ملت میندار. بله. و وصف میکردن که رحمت تشکر میگفتن. سلامت باشین. تشکر زیاد. پس به خاطر آنه که بیننده ما هنر دوستدار باشد، به خاطر آنه که ما همگی صاحب کسب شویم در زندگی و البته نان خویش را به منت دریابیم، بیادم یک ترانه دیگر باز بسرایید، بعدا صحبت را ادامه میدیم. خوب میشود.
چشمی آسایش که دارد از سپهری تیز رفت ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی چشمی آسایش که دارد از سپهری تیز رفت ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی زیرکه را گفتم این احوال بین خندید و گفت صبرور بولجب کار پریشان عالمه سوختم در چاه سبز از بحر آشم ایچگیر شاه ترکان فارغ است از حال ما که رستمه سوختم در چاه سبز از بحر آشم ایچگیر شاه ترکان فارغ است از حال ما که رستمه آدمی در عالمی خاکی نمی آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی گریه حافظی سنجد پیشی کس در این دریا نماید هفت دریا شبنمه سینم آلا نال درد است ای دریغا مرهمه زی تنهایی به جان آمد خدا را همدمه سینم آلا نال درد است ای دریغا مرهمه زی تنهایی به جان آمد خدا را همدمه شاه ترکان فارغ است از حال ما که رستمه انسان تا کسب خشق را دوست ندارد و اینکه عاشق نشود نمیتواند که موفق شود. 7-8 کشور دنیا را دور زدیم حتی که همچون سیاه رفتم سیاه 3-4 سوم در جیبت هست هیچ مشکلی نداری لیکن از 10 هفته زیاد نتونستم بیستم چون
چی خمار وطن گرفت حتی که دلتنگ بشه. بوی این خاک تیز به وطن بیایی. وقتی که بیا بسیار خسته میشه. برای همین بهترین عشق وطن. خب تشکر زیاد. پس عاشقانه ما باید دوستدار این وطن باشیم، دوستدار همسرمون باشیم، از خانواده‌مون باشیم، از یار و برادرمون باشیم. عاشقانه، صادقانه، تاجیکانه، بله. عارفانه، عاقلانه. تشکر زیاد. پس به انجام برنامه رسیدیم و در انجام میخواهم به سوال آخرام پاسخ گرفته باشم که امروز ما باید چگونه افتخار کنیم از این وطن، چگونه افتخار کنیم از این شهر زیبا، چگونه افتخار کنیم از این زیبایی های دیار و چه کارها رو به انجام رسانیم که باز از این زیادتر هنر ما رشد کند، وطن ما پیش رود و البته معرفگریان در جهان باشیم. تشکر. البته همین موضوع رو بسیار به هر کس سوال میدیم و جوابای خوب هم میگیرن. من هم در خطر دیگران جواب میتونم که خود مردم اندیشه کنن، یک در قیاس مقایسه کنن با دوره شوروی. بله. همین دولت، همین کشور، همین سرزمین بود. بله. همین درخت کشت کار همش بود. لیکن این همین نعمتی استقلالیت نبود. بله. درست؟ یعنی که آزادی کامل نبود. بله. از غذایی که برای ما غذا میخوریم برای بدن ما نگاه داشتن، از این دیده غذای معنوی برای ما لازمه و غذای آزادی. بله. وقتی آزاد نیستی که هر چی میخوایی نمیتونی بکرده. شکرانه به این استقلالیت این وطن، شکرانه به راهبریت این دولت و حکومت، شکرانه به نمی سرزمین، بله. با آب و خاک نمین سرزمین البته کردن در کار که برای ما بهترین وطن خداوند هدیه کرده است. بله. و بهترین راهبر هم سرور هم برای ما امروز عنایت فرموده است. بله. دیگه ایزیاد چی میخوایی؟ هر چی میخوایی مرحمت. بله. باغدار باغ کنه، هنرمند هنرش بینه. بله. آموزگار پای کار خود بروه، پای علم میره، پای هر ساحه‌ای که میره راد کشوده است. کسی صدرایتی نمیشود. و در انجام برای شما برار میخواهیم، تنصیحاتی میخواهیم، خانه آباد آرزو میکنیم و تمنای اون را میکنیم که همیشه صداتون گویا باشد، همیشه همین گونه دستتون البته در نوازش زیبا باشد. به شما نیز تشکر اهل رامشگران به خاطر همراهی کردن. و بیننده عزیز باید گفت که انسان کوشش میکند همیشه به خاطر آنه که حضور و حلاوت زندگی را احساس کند. پس ضرور است تا آن وقتی که نفس در گلو هست و دل تپش میکند جهد کنیم، تلاش کنیم، هنر دوستدار باشیم، هنرور باشیم، صاحب کسب باشیم و البته به خاطر پیشرفت زندگیمون زحمت بکشیم، دوستدار وطن باشیم، آبادگر سرزمین اجدادیمون باشیم و سهم خویش را در رشد صنعت، فرهنگ، در پیشرفت وطن گذاریم، زیرا این رسالت فرزندی، این قرض فرزندی ما است. و اگر از پیشنهاد برنامه ما عزیزان دل برای خود برداشت کرده باشید، ما اهل اجاده تلویزیون سفینه خود را خیلی موفق می حسابیم و در انجام برنامه بازم خواهش میکنیم یک ترانه دیگر از جانب هنرمندان و به شما برای کار و دسترخوان پر از نعمت را تمنا. خیر عزیزان. صلح را او با سخن نه با دمی خنجر نمود، دشمنان را دوست کرد، دود از سنگر نمود. به وطن آواره بیرون از دیاری خویش بود، مردم سرگشته را دارای بامو در نمود.
رسد مردم به امن و زندگانی حلال. خویش را بالش کردم خار را بستر نمود. هست اهل سرزمینی کشوری ما سربلند، ملت ما را کنون ملت ما را کنون مشهوری بحر و بر نمود. پای تخت این خانه امیدی هر یک شهروند، شهر و دهات و محل آباد و خوشمنظر کرد. رهبری علم و هنر شد همچنان آموزگار. خلق خود تأمین با علم و خامه و دفتر کرد. صلح را او با سخن نبادمی خنجر نمود.